خب برای قسمت الگوی شلوارم همونجوری مجدد پارچمو تا میکنم و چیزی که خیلی مهم بود و بهتونم گفته بودم، یکی این که خود تا کردن لازمه که راستگیری داشته باشه، یعنی وقتی داریم کار رو میذاریم از همه طرف به یه اندازه باشه، بالا پایین پارچه کم و زیاد نباشه. و یکی دیگه این که خود قسمت این خط راستای شلوار هم لازمه که از این خط وسطی که کشیده بودم و گفتم خط راستای شلوار، فاصله بالا پایین وسط همه باید یکی باشه. ببین الان این شلوار رو میذارم جای دوختم کمه، برای همین یه ذره دیگه پارچم رو دوباره تا میکنم، به یک اندازه مساوی میارمش این ورتر، چک میکنم مجدد که یکی باشه، قسمت بالا و پایین یکی باشه. و الان که میخوام الگوم رو بذارم و فیکس کنم، سنجاق بزنمم، اینو چک میکنم که این فاصله اینجا تا اینجا الان 14، پایینم باید همون 14 باشه، یعنی خط وسط کارمون با خط پهلوی پارچمون باید یکی باشن که شلوار توی پا نچرخه، نپیچه و خیلی خوب و تمیز در بیاد. دقت میکنیم زیر کارمونم پارچه داشته باشه، نکنه ببریم تموم شه بعد یه دفعه ببینیم زیر نداشت، که الان من چک کردم این زیر داره. خب من دیگه میام بچه ها با همون 1 سانت جای دوخ همه رو میبرم. شما میتونین همون جوری که تو قسمت بالا تن من توضیح داده بودم 1 سانت رو کاملا علامت بزنین، خط کشی کنین و به نسبت این که اونجا بهتون توضیح داده بودم ببرین. ولی من دیگه قسمت های شلوار رو همون چشمی میبرم، 1 سانت رو چشمی علامت میزنم، ولی به شما یاد دادم که چجوری میتونین خط کشی کنین، علامت بزنین و بعد برش بزنین. خب توی این قسمت پشتم اینجا که یه چرت زده بودیم برای وصل به اون تیکه سرمه‌ای، من اینجا رم بچه‌ها من این دفعه اینجا رو یه کلیپ زدم. کلیپ یعنی من به صورت مثلثی یه گوشه خالی کردم، پس وقتی فقط با نوک قیچی یه برش میزنیم میشه چرت، وقتی به صورت مثلثی یه تیکه رو خالی میکنیم میشه کلیپ. به قد شلوارم همینطور 1 سانت رو فقط میذارم. البته من روی الگو 3 سانت قد رو کوتاه‌تر لحاظ کردم به خاطر اینکه میخوام بهش کشباف بدم به پایینش. الگوی پشت رو جمع میکنم، مجددا پارچم رو تا میکنم برای قسمت جلوی شلوار. همه اون کارهایی که برای الگوی پشت لحاظ کردیم برای جلو هم همون کار رو میکنیم. هیچ فرقی هم نمیکنه که شما اول جلو رو ببرین یا اول پشت رو ببرین. مهم اینه که کارتون کاملا صاف باشه و راستاگیری رو رعایت کنین. همینو بس. بچه ببینید اینجا الان یه تیکه پارچه من نداره، من میام پارچم رو حالا از این ور تا میکنم، چون اونجا نداره میام از این ور تا میکنم که بعدن شلوارم کوتاه نشه. خب و مجددا چک میکنم این خط وسطم با پهلوی کارم یکی باشه. یک سان جای دوخت بالا و پایین رو هم لحاظ میکنم. همون قسمت که یک کلیپ زده بودم اینجا هم میزنم برای وصل به قسمت سرمه‌ای. این قسمت جای زیپ هم اصلا اگر اضافه هم نذارین هیچ اشکالی نداره، ولی برای قسمت فاق 1 سانت رو لحاظ میکنیم.
اینم دیگه 1 سانتش خودش هست. خب پشت و جلو رو هم که بره‌ای زدیم میذاریمشون کنار. بچه الان قسمت جلو و پشت دیگه علامت نمیخواد، چون که همین قسمت قاب پک اضافه‌ای که برای جلو گذاشتیم خودش کاملا مشخص میکنه که جلو و پشت الگومون کدومه دیگه. یعنی من اگه الگورم بردارم به خاطر قاب پکی که داره معلومه این کار جلوی کاره و این قسمت هم که پشت کاره. و پشت رو هم وقتی الگوشو بر میدارم کاملا مشخصه. خب این برای که گرده فاقه پشتمونه و این قسمت که صافه همون تیکه‌ایه که ما میخواییم از سرمه‌ای بهش بزنیم. حالا من دوباره پشت و جلوی کارم هم جمع میکنم، اضافه پارچم هم. اگر میخواستم آستینام رو هم از همین پارچه بدم، من الان اینجا پارچه داشتم برای اینکه کلا آستینم رو هم ازش ببرم، ولی خب من خواستم که با ترکیب سرمه‌ای کنم. میتونیم از این تیکه پارچه ها بعداً با یه پارچه دیگه ترکیب کنیم و مثلا مجدداً یه شلوار، یه شلوارک یا یه دونه تاپ برای کودکمون بدوزیم. قسمت سرمه‌ای، اضافه پارچه سرمه‌ایمو میارم، پشت و روش رو لحاظ میکنم. این کشپافا همینی که تا داره و خط تا خورده اینا روی کاره. من میام برعکسش میکنم که قسمت پشت معلوم باشه. این تیکه رو همین جوری که جای دوخت داشته باشیم، یعنی 1 سانت جای دوخت رو از همه لحاظ بهتره که کامل تاش کنم. و من الان راستاگیری اینو با همین خط تای پارچم لحاظ میکنم. یعنی الان اینجا با این خط تای پارچه من هر فاصله ای هست، پایینش رو هم با همون لحاظ میکنم که کاملا روی راسته پارچه افتاده باشه. این قسمت ها رو هم با همون 1 سانت جای دوخ میبرم. قسمت هایی که کلیپ زده بودم رو روی اینم میزنم. خب اینجا ولی مجددا میام یادداشت میکنم که روی پشت پارچه قسمت پشت رو می نویسم، قسمت جلو رو هم می نویسم. توی این قسمت هم همینطور جلو رو می نویسم، پشت رو می نویسم. این کار هم کمک میکنه به این که پشت و روی پارچه انگار علامت زدیم که پشت پارچه کدومه و همین علامت رو زدیم که کدوم قسمت ها به جلو دوخته بشه، کدوم قسمت ها به پشت دوخته بشه. الان کار ما آماده دوخت شد دیگه، میریم برای دوخت.